اگه ویدیو حل مشکل ABS منو دیده باشید دیدید که ماشینم نشت روغن داره و این نشت از در سوپاپ. حالا برای رفع این مشکل دوباره اومدم کارشاین تا در سوپاپو باز کنم و نشتو برطرف کنم. برای باز کردن در سوپاپ باید اول قطعات اطرافشو باز کنیم و اولین قطعه هم هواکشه. توی 405 هوا از اینجا وارد میشه و مستقیم میره به در سوپاپ. بعدش هم از فیلتر داخلش عبور میکنه و در آخر برمیگرده و وارد دریچه گاز میشه. بعد هواکش هم 3 تا شلنگ بخار روغن هست که باید اونا رو هم جدا کنیم. قسمت اول هواکش یه پیچ جلوی ماشین و یه بست به در سوپاپ داره. قسمت دوم هم یه طرف به دریچه گاز و طرف دوم به در سوپاپ با بست وصله. حالا باید قاب روی در سوپاپ رو باز کنیم که 2 تا گیره و 2 تا پیچ داره. خب اینم از زیر قاب. ببینید چقدر چربه. جلوی فیلترم کلی روغن جمع شده. در سوپاپ XU7 10 تا مهره داره. اول باید همه مهره ها رو از گوشه به وسط شل کنیم. بعد هم به همون ترتیب بازشون کنیم. فقط باید توجه کنید که موتور نباید داغ باشه. چون میخوایم در سوپاپ رو عوض کنیم بهتر شلنگای بخار رو هم اینجا باز کنیم. حالا که شلنگا رو باز کردیم میتونیم در سوپاپ رو در بیاریم. خب اینم از در سوپاپ جدیدمون. این در سوپاپ با در سوپاپ قبلی ماشین من یکم فرق. اول اینکه میتونین باکس فیلتر هواشو جدا کنید. خود در سوپاپ هم کلش فلزیه و واشرش خیلی از واشر قبلی کلفتره. خیلی خوب، حالا بریم سر بستن در سوپاپ جدید. فقط قبلش باید جایی که واشر میشینه رو کامل پاک کنیم. برای پاک کردنش اول یه دستمال میگیریم. یکم روش اسپری انژکتور شور میزنیم و بعدم روی سرسیلند میکشیم. روی مهره‌های در سوپاپ یه اورینگ وجود داره. دلیلش هم اینه که روغن از لای پیچ نشت نده. پس بهتره این مهره‌ها رو عوض کنیم. معمولا واشر یکم سخت گوشه‌های سرسیلند آب بندی میکنه. ما هم برای اینکه مشکلی پیش نیاد یکم از چسب واشرساز استفاده میکنیم. حالا با یکم دردسر در سوپاپو جا میزنیم.
حالا اگه در سوباب سر جاش نشست، مهره‌ها رو تمیز شده روی پیچا بند میکنیم. مهره‌ها رو چرخشی همزمان با هم به کف میرسونیم. وقتی که در سوباب کامل نشست، به همون ترتیب سفت میکنیم. حالا باید شلنگای بخار روغن رو وصل کنیم. این شلنگا با بسته‌های خاری بسته میشن. آخرین قطعمون هم هواکش و در پوششه. خب اینم از این. در سوباب ماشینمون رو عوض کردیم، نشت روغن رو گرفتیم، موتورمون هم خوشگل‌تر شد. خیلی ممنون که تا آخر تماشا کردید. اگه خوشتون اومد لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.